امتحان زباندانی مهاجران کوری در روسیه مایه بحثی تند و انتقاد از شیوه برخورد با مهاجران در شورای فدراسیون پالاتای بالای پارلمان روسیه شد. در روسیه بنا به اطلاع مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر مهاجر کوری توجیک فعالیت خود را توسط پتنت راه اندازی کردند. همکارم عبدالله شورف رد به دل وکیلان شورای فدراسیون و مقامداران روس را نظارت میکرد و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب نخست بگو که موضوع امتحان سپاری مهاجران در اجلاس شورا چگونه پیدا شد و وکیلان به مقامات چه دستور دادند؟ سلام شهلا. در اجلاس اخیر والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون هنگامی که طرح یک تغییرات به قانون درباره شهروندی روسیه مطرح میشد با تندی از کار مقامات مهاجرت کشورش انتقاد کرد. مایه انتقاد ماتوینکا طلب امتحان سپاری از زبان روسی شد که هر باره مهاجران پتنت بگیرند مجبورند از نو امتحان بدهند. در تالار شورای فدراسیون ایگور زوبوف معاون وزیر کارهای داخلی روسیه حضور داشت که او مسئله مهاجرت را در این وزارت راهبری میکند و ماتوینکا خطاب به او در رابطه با مسئله تکرار به تکرار امتحان سپردن مهاجران گفت: ایگور نیکولایویچ، ضرور است به چگونگی در عمل تطبیق شدن قانون ها توجه کنیم. شهروندان بلاروس، اوکراین و دیگر دولت ها که به کشور ما می آیند پتنت می گیرند. نفری برای 3 ماه، دیگران برای 1 سال و هر بار که آنها پتنت می گیرند مجبورند از نو امتحان زبانی روسی سپارند، از نو از تشخیص طبی گذرند. حالان که بعضی آنها سالهای دراز اینجا کار می کنند و فکران اینجا کسی تجارت کرده ایستاده است، چون گذشتن این مرحله ها نرخی خیلی گرانی دارند. آدمان مجبورند روبل بسیار پرداخت کنند. ضرور است که از این تجربه دست کشیم. عبدالله طوری در بالای شورا کردی که معاون وزیر کارهای داخلی روسیه در تالار حضور داشت. واکنش او چگونه بود به انتقاد ماتوینکا؟ شالو در آغاز وقت ماتوینکا از ایگور زوبوف نماینده وزارت امور داخلی پرسید که میداند نرخ امتحان زبان روسی چند است. زوبوف پاسخ داد که نه. ماتوینکا در این حال اشاره کرد که چگونه او ساحه مهاجرت را رهبری میکند اما این اطلاع را در دست ندارد. رئیس شورا گفت بعضی نهادها امتحان مهاجران را به یک بیزنس تبدیل دادند. اکنون تصور کنید که این 5000 برای یک مهاجر چی معنا دارد. آنها می آیند در بهترین حالت 15000 روبل معاش می گیرند، گاه 10000 روبل، برخی از این بیشتر، و او مجبور است که تکرارا هنگام گرفتن پتنت 5000 روبل پردازد. این پول ها به جیب کی می رود؟ ایگور نیکولایویچ، ترتیبات را جاری کنید و به شورای فدراسیون گزارش دهید که کی این تحقیر در نسبت مهاجران خاتمه می یابد. اگر قانون ها مانع این کارند به ما گزارش دهید. Специалистов с высшим образованием. عبدالله، پس از این انتقادها می شود سبوکه در اوجدگذاری مهاجران را در روسیه انتظار بود؟ شالام، میدانید در روسیه خیلی کم اتفاق می افتد که مسئله مهاجرت به این جدیت بررسی شود. مهاجران کوری توجیک از سال 2013 این جانب برای به دست آوردن پتنت باید از زبان روسی امتحان سپارند و از تشخیص طبی گذرند. این است که یک قسمتی از مهاجران توان مالی پرداخت پول امتحان و تشخیص طبی را ندارند و از این رو بدون سند کار میکنند و موردی تماجوی پلیس و ضمن تفتیشات سراسری از روسیه اخراج می شوند. از این رو دشوار است حالا گفتن که چی می شود، وقت نشان می دهد. خب نگفتن امانت که فعلا بیش از 270,000 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و از حق ورود به این کشور محروم هستند. سپاس عبدالله برای صحبت.